حس می‌کنی قویی یا فقط داری نقش بازی می‌کنی؟ خیلی‌ها قدرت رو با سر و صدا اشتباه می‌گیرن. اما شخصیت قوی و شخصیت نمایشی 3 تفاوت اصلی دارن. اول، منبع قدرت. شخصیت نمایشی قدرتش رو از تایید بیرونی می‌گیره. اگه کسی تشویقش نکنه میشکنه. اما شخصیت قوی قدرتش رو از ثبات درونی و آگاهی به ارزش‌های خودش می‌گیره. اون به تایید بقیه نیازی نداره. دوم، برخورد با اشتباه. شخصیت نمایشی هرگز اشتباهاتش رو نمیپذیره و مدام دنبال مقصر میگرده، چون میترسه ماسکش بیفته. اما شخصیت قوی اشتباهش رو میپذیره و ازش درس میگیره. برای اون یادگیری مهمتر از غروره. سوم، سکوت در مقابل هیاهو. شخصیت نمایشی برای دیده شدن مدام جنجال میسازه و صدای خودش رو بلند میکنه. اما شخصیت قوی در اوج هیاهو آرامش و سکوت داره. اون میدونه نیازی به اثبات خودش نداره. اعمالش خودشون